این هفته خبر تو خبر داره براتون. از بالا گرفتن جنگ و دعوای گرگ‌ها در نظام ولایت و عظمای مفلوکی که مجبور شد از خلوت کروناییش بیاد بیرون و به نوچه‌هاش دهنه بزنه. یکی دو هفته قبل در برخورد با دولت و رئیس جمهور و اینها از سوی بعضی ها انجام گرفت، ولی اونها توشون برادران خوبی بودن و هستند، لکن کار غلطی بود. من به طور صریح این رو بگم، انتقاد غیر از حد حرمت جایز نیست. البته این روزه های عظما حکم بادمجون واکس زدن رو داره و جنگ و دعوای باندی در نظام همچنان ادامه داره. دولت در طول سالهای گذشته مثل چوپان دروغگو عمل کرده و اینقدر به اصطلاح قرار و وعده گذاشته، هیچ کدوم از وعده‌هاش رو عمل نکرده. پاسدار عباسی هم برای که نه سیخ بسوزه و نه کباب، صابون دولت حزب اللهی رو به دل بسیجی‌ها میماله. دولت پیر و خسته و فرسوده و ناکارآمد غربگرا رو تحمل کنید. 240-50 روز دیگه شما زحمت کشیدید، 240-50 روز دیگه هم تحمل کنید، انشالله حل میشه. انتخابات آمریکا و انتخابات ایران یک پیام بیشتر نداره: افول استکبار جهانی، افول لیبرال ها در جهان و در ایران، و انشالله سال 1400 ورود به قرن 15 هجری شمسی سال روی کار آمدن دولت جوان مؤمن انقلابی انشاءالله. آخوندا در شرایطی دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن که کرونا داره بیداد میکنه و کارگزاران خودشون از سخت‌ترین شرایط کرونایی در ایران خبر میدن. ما الان در بدترین موقعیت هستیم. بدترین روزها نسبت به گذشته، آینده رو کسی نمیدونه. بله. یعنی نسبت به گذشته الان بدترین. الان میزان ابتلا فوق العاده بالاست. توی این وضعیت تیویریش هم حسابی دست پاچه شد و بزرگترین سوتی تاریخش رو داد. جمعیت کل کره زمین رو به عنوان جمعیت آمریکا جا زد و گفت همه‌شون کرونا دارن. شبانه روز گذشته 60,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در آمریکا افزوده شد. از مجموع 8 میلیارد و 890 هزار بیمار کرونایی در این کشور تاکنون 230,000 نفر جان باختند. از مجموع 8 میلیارد و 890 هزار بیمار 8 میلیارد و 890 هزار بیمار. این در حالیه که کارشناسای خودشون میگن وضعیت ایران تحت حاکمیت آخوندا از همه کشورهایی که توی تلویزیون اعلام میکنن بدتره. تو این وضعیت بسیاری از اون کشورهایی که ما تو تلویزیون میگیم وضعشون بده، خیلی وضعشون از ما بهتره و ما جزء کشورهای بد داریم میشیم، کاملا جزء کشورهای بد داریم میشیم. حالا وسط یک چنین بحرانی آخوندهای مشنگ جشن لغو تحریم تسلیحاتی گرفتن تا سلاح‌های زوار در رفته‌شون رو تبلیغ کنن. پس از چند ماه کش و قوس در شورای امنیت برای تمدید این تحریم ها، ما هر کاری که از نظر دیپلماتیک از دست ما بر بیاید انجام می‌دهیم تا اطمینان یابیم این تحریم تسلیحاتی منقضی نمی‌شود. آمریکا به لحاظ قانونی کاری نمیتونه بکنه. بعید میدونم کشورهای جهان چه خریدار چه فروشنده از نظرات آمریکا تبعیت بکنن. بعد از گذشت نزدیک به 1 سال پاسدار حاجی زاده رو آوردن تا نوار خالیبندیاش رو پلی کنه و با این نمایش مسخره پخش و پلا کردن مارمولک‌ها در بیابان‌های عراق رو به عنوان انتقام سخت به خورد بسیجی‌ها بده. هدفهایی که به اصطلاح مورد اصابت قرار گرفت، این موشک‌ها به حسب ظاهر 2 تا از این آشیانه هنوز سالمه، ولی واقعا همش از بین رفت. این عکس‌ها از رو زمین بهتر داره نشون میده. ببینید اینها دیگه عکس‌های بعدیه که دیگه کاملا پاکسازی کردن، یعنی همه اینها از بین رفته دیگه، الان هیچ چی رو زمین شما نمی‌بینید. این کاملا اینجا پاکسازی شده و جمع شده. به همین شکل اینا که می‌بینید اینجا مثلا خیلی کشته دادن اینها. اینجا نقطه‌ای بود که مرکز کنترل فرماندهیشون نزدیک اینجا بود و تلفات زیادی دادن. اینا ببینید همه داخل آشیانه است. یعنی نقاطی رو که پیش بینی کرده بودیم همه دقیق مورد اصابت قرار گرفت. ببین این 2 تا آشیانه قبل از اصابت، این بعد از اصابت و دیگه الان هیچ آثاری نمی‌بینید اینجا، هیچی نمی‌بینید. بود حالا بعضی جا هم عکس‌ها مثلا قبلی رو بیارید، ظاهرش سالمه از بالا عکسایی که نشون میده، ولی ببینید داخل همه از بین رفته. اینا تو عکسای هوایی
ظاهرش سالمه ولی در داخل همه از بین رفته و هر کسی این داخل بوده یا موج گرفته یا کشته شده بالاخره یا ضربه مغزی خفیف بده. حکایت انتقام سخت آخوندا یه چیزی تو این مایه ها بود. همش به خودشون برگشت، البته با پوزش از این کوچولو. خوابهای پنبه دانه‌ای آخوندان تمومی نداره و هر بار یکیشون بالای منبر میره و توهماتشون رو اینطوری به هم میبافن. باید دربدری ها را تحمل کنیم، مشقت ها را تحمل کنیم، صبر و استقامت داشته باشیم، شبکه جهانی مقاومت را توسعه بدیم و مطمئن باشیم که این انقلاب ما مقدمه ظهور امام زمان ماست. این هم تصویری از اسب ولایت در حال گسترش و پیشروی. از قمپوزای آخوندا که بگذریم میرسیم به حرفای اصلیشون که چیزی جز ترس از وضعیت عظما و سوار در رفتگیش نیست. حالا این ولایت یه طرف قضیه هست، ما یه واجب دیگری داریم که اونجا متاسفانه لنگی داریم و اون تولی هست. تولی یعنی قبول ولایت کردن. اعتقاد به ولایت یه چیزیه، قبول کردن که هر چه گفت فرمون ببریم. این اگر نپذیریم اینم گناهه. ما اون طرفش را فقط میگیم، این طرفش را نمیگیم. جامعه ما باید در فرمانبری از رهبر معظم امروز نشون بدهد که شایسته است که امام زمان ظهور کنه. این هم یک تصویر شماتیک از کرسی ولایت. مشنگستان این هفته رو با ننه من غریبم های این حجت الاسلام مفتخور شروع میکنیم که در شرایطی که مردم ایران از حداقل مایحتاج زندگیشون هم محرومن به تیویریش اومده تا برای آخوندا گدایی کنه. بودجه تمام حوزه‌های علمی سراسر کشور به اندازه نصف بودجه یکی از دانشگاه‌های تهران هست. من حالا نام نمیبرم، اینا شفافه میتونم برم ببینم. یکی از دانشگاه‌های موجود در تهران بودجه‌ای که داره 2 برابره بودجه تمام حوزه‌های سرتاسر کشوره، بودجه دولتی. اما اونی که حوزه‌ها رو اداره میکنه کمک‌های مردمیه، موقوفات، وجوهات و البته اینم بسیار کم هست نسبت به نیازهای حوزه و من میخوام عرض بکنم خیرین، واقفین اینا باید بیان به حوزه ها کمک بکنن، چون همین حوزه ها هست که امثال امام راحلی را که دنیا رو تکون داد به بشریت تقدیم کرد، همین حوزه ها هست که امثال مقام معظم رهبری رو به جهان تقدیم کرد. اما اگه تیویریش رو خاموش کنیم و به خیابونای شهر بریم اون وقت با چنین صحنه‌هایی مواجه میشیم. این آخوکا رو ببینید سوار چه ماشینایی میشن، اون زاپاس رو سرش هم ور میداره که کسی متوجه نشه. ماشینا رو ببینید، بعد مردم باید پراید سوارشن، پژو، آشغالای ایران خودرو رو سوارشن، سایپا سوارشن. اینم وضع این آخوندای دزد خودشون سوار خودروهای گرون قیمت میشن و بعد به مردم و جوونا که میرسن براشون از این روزه‌های مسخره میخونن. پول زیاد داشتن عزت نمیاره، مقام داشتن عزت نمیاره. چی عزت میاره؟ اینکه انسان با خدا باشه، دست ضعیفم بگیره، این عزته. بعد از مرگ اون طرف میگن خدا بیامرزه، عجب آدم خیری بود. ولی بعد من خیلی از پولداران دیدم زیر تابوتشو 10 نفر گرفتن، ولی آدم فقیر دیدم زیر تابوتشو 1000 نفر گرفتن. خدا شمندی. بعدم از اونجایی که خوب میدونن کانون نفرت توی این نظام کسی جز خامنه‌ای نیست، براش از این قصه های مسخره جور میکنن که نتیجهش چیزی جز خشم بیشتر مردم نیست. تو رو خدا برید بگید به همه. حضرت آقا فرمودن، میدونید حضرت آقا 4 تا
پسر دارن. پسرای رهبر انقلاب حضرت آقا به این پدر شهید فرمودن قسم میخوره، حالا قسم رو من دارم میگم، باور بفرمایید 4 تا پسر من مستاجرن. 4 تا پسر رهبر انقلاب مستاجرن مردم. یه عده دزدم توی استبل ولایت مشغول بخورن و بعد برای دادن چند قاز به مردم از این نمایش ها را میندازن. سواد کالاها برای هر نفر 120,000 تومان در ماه هست و خانواده 5 نفر 600,000 تومان در ماه کالاهای اساسی. اینم کوپن نیست، کارت معیشتی که در اختیار دارن 60 میلیون نفر، اون کارت رو ما بهش اعتبارش رو افزایش میدیم، با اعتبار اون کارت میره گوشت و نمیدونم روغن و هر اون چه که خواست اون 600,000 تومان رو دریافت میکنه کالای اساسی. داستان اعترافگیری ها در نظام ولایت به نماینده های مجلس هم رسیده. این نماینده مشنگ رو که خبری درباره بی‌آبی در سیستان و بلوچستان داده بود رو وادار کردن که یه چنین کلیپی ضبط کنه. در پی سؤال این جانب از وزیر محترم نیرو در خصوص فاجعه مدیریت منابع آب در جنوب استان سیستان و بلوچستان، شاهد تلاش‌های مذبوحانه دشمنان کینه‌توز ملت ایران و رسانه‌های معاند انقلاب بودیم که به خیال باطل و واهی خیش دستاوردهای بی‌بدیل نظام در استان سیستان و بلوچستان را زیر سوال ببرند. به این نابخردان باید گفت که خدمات نظام در استان سیستان و بلوچستان همچون خورشید تابان می درخشد. مگر می توان چشمها را بست بر حجم عظیم از دستاوردهای مختلف در حوزه‌هایی چون کشاورزی، راه، بهداشت، آموزش و نظایر آن؟ بخش آخر مشنگستان هفته رو به چند جمله از امام مشنگا اختصاص میدیم که خودش هم نفهمیده چی گفته. اگه کلمه چیز و لاکن رو از این میگرفتن هیچ چی نمیتونست بگه. ملت چی داشت اون؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی انقدری درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن یه چیزی بود؟ لاکن این شما و این سکانس پایانی هفته که درباره چند قابلیت ویژه از زبان کردی با لهجه شیرین کرمانشاهیه. حالا به این فکر کرده بودین که یه سری کلمات داریم که در زبان فارسی معادلی ندارن و ترجمهش هم حدود یه خطی میشه؟ امروز چند تاشو بهتون میگم. سرعت زیادی که همراه با صدا باشد، وینگه، ازدحام و تجمع عده زیادی از مردم در یک مکان، پرخه، افتادن چیزی در آب، شرپه، بحث های بی هدف گاهی با مشاجره لفظی همراه می شود. و راوه، فردی رودار که همیشه به دنبال شرارت است. قشمه، نوعی عمل در رقص کردی که با حرکات موزون شانه ها انجام می شود. خنجگه، وسیله تیز که برای هدایت 4 پایان به گردن و پهلو و هن آنها می زنند. نقیزه، فردی کثیف که سلامت بهداشتی جامعه اطرافش برایش مهم نیست. گنجه، دقیقاً این اونا که الان ماسک نمیزنن توی شرایط. پس گنجه ها